سلام دوستان عزیز، زنهای مهربان، روزتون بخیر شادی باشد. من سحر کتی برای بچه ها را تخم بیرون کردم. اینجا باشه با ما را پدر کروی کرده، یک شناس شوهرم پدر کروی کردن. اکو میبینیم یک جا چی باشه در درونش. انم خیلی بوماج شهری کی روی کردین. یک پچکش 3 دانه داره. 4 پچکه دیگه قند روی کردین. کتاب برای دختر ما روی کردین. یک پچکه شکلات می کارکنوف و زفیر روی کردین. رحمت کلان میگیم. خیلی همه قشته که برای ما روی کردین قدر کرده. اینجا باشد برای کودکان همشون وای روی کرده. اینم شکلات روی ملایم که درونش یک ری دارم. خیلی بسیار نغز میبینم کودکای ما بانانکتی روی کردین. اینجا دما یورا صبیرت کردم 3 دانه شا. گفتم که چخه میشته باشه نمیخشید. کودکام خواستن که بالای و جوگوشون همی کراواتاشون و کراشنی که بالای سرشون. اینجا باشه دوستان عزیز، چخیلی در ولوگای پیشینم شما دا نشان داده بودم. منمی قشقاره به نهایت فربه شده. نصیب باشه 2 ماه ینور دا میکشیم. بسیاری بد با فکر ما روغن گرفتگی های. می معلوم ایده وقتی که همی گوسپند قشقاره دنبه داشته باشه روغنش بسیار شده دنبهش میشه. یا که قشقرهای جا که دنبه که ندارن همی روغنش پولنی در تنه گوشت و در همی تنه بگم که پوستش هم خیلی روغنش وای میکنه. روغن میگیره بگم ده. برای اموازی نصیب باشه بکشیم. با ما شما ده میگم که چند لیتر روغن کردمی و چند کیلو گوشت کردمی تا بگره در پیش همی او قدرختگی بیره وکشه نمیبروریم شه. اینم خیلی دوستانی عزیز، اینای برچه های تمایدهک باشه. یا مای اکتیابری بودن یا هم کلونک شدن. همه چی را میخورم. ما اینجا مرغم سر دادم. گفتم که تا اغلوم تازه کردنم مرغم کمتر گردم برای که یک پرنده های ما ایدسته همو پرنده را مرغمون خیلی لابد نده میدان نمیگردن. وقتی همی خودمون طرف مال حال آمدیم توی اغلاشون تازه کردن توی اوقاتشون دادن مرغا را سر میتیم که ایقا گردن گفته. مرغا هم 1 ساعت 1.5 ساعت گشتن بیرونده. بگم که به آدم نمیمونیم شونه با ایجاد دون دادم همش درو وردم. ایجا باشد انمی چوجه همون بگم که ولاگ پیشینه ده ماهی اکتیابری بود با فکرم. همین چوجه ها را اوچشون وای کرده بود. مایده چه بودن من نشان دادم. ایجا جاشون گرمه که یا عدیل نهای دانو آوشون عدیل نریختگی. همین اجاده بیستن گفتیم تازی میستون برامدنه جای گرمک ده. من پیش مال حالم همش تینج کرده آمدم. 1.5 ساعت کار دارم. کارخونه ده 5 منوته راه. انمی سا کتی پیشه کتی ما همراه رفتستن. یا امی ما ای خونه برامدم. ایدمی آدم میگردم بگم این پیش ما دویده رفتستن سا کتی پیشه. اوجا کارخونه ده بگم که خیلی کاسه هاشون و اوقاتشون بسیار شده هموجه های. میرن شکمشون با سر میکنن با خونه میان.
боркома карда шидам. Пишаган амҷа да нигоҳ кунед 18 кардаи истодай. Ак мерем хона я 5-6 минута пиёда раҳай хона мерем акота. دوستان عزیز ما خانه در رسیدیم. ایرا بینه چه خوبه میگوی که همه کار همی کرده باشه. ای جاش نمیجمد نمیدونم که همی چریبنای داشته باشه. 1 ساعت 2 ساعت ای جاش نمیخزه. همی کودکا میجمونن شد یک چطور میتیوه با خو میروه. بچه من میخواه عادت شدگه همی مکتب که اومد لباسش نکشیده اول پیشک وای میکنه مهربانی کرده میخواه که اول پیشکش گیره نکی این نمیخزه همجا در مجبوریش گرفته که با همیخه خورد اینجا ما پیشک های خوش خست با اوقات پیشک داده استم کلبسه را مای در ریزه کردم کنسروه هاش تمام شده بود کلبسه داده میشه. اینجا دوستان عزیز ما برای عبید خواستم که اوقات اندازم نامی اوقات نمیدانم می رنگی دملمه بورین همش ما تفت داده میره کارتوشکا را عدیل نبریون کردم بقلاجونا عدیل نبریون کردم کپوست و پیاز و سبزیش عدیل تفت دادم ما گوشت ننداختم راستی گوشتی مرغ بوده که ما گفتم که گوشتی مرغ بزیبه ما که نمیخوریم گوشتی مرغ یگان اگر در آش نندازیم در اوقاتا نمیخوره هیچگاه گفتم که بیا خوبش که همین به گوشتی مرغ کنم مزهش هم که وای نباشه هیچگاه نمیخوره برای همین اوقاتا بگوش کردم همش نمیخواه انداختم تف میتیم سرخ میشود با کارتوشکا و بقلاجان و زیوای جارید کردستم عدیل ندیک چده بعدی که کپوس خیلی وای دم خورد بعد ما او را میندازم بقلاجانا کتی کارتوشکا میندازم یا 2 کاسه او میندازم پس کرده میمونم پیلتره تا عبیتا تیار شود ما در بقلاجان وای انداخته بودم کمتر نمک آب هم خیلی در آبی نمکین بیسته گفتم کمتر بعد کارتوشکا ها را جارید کرده گرفتم بعد بقلاجان ها را وای کردستم جارید کردستم اینجا ما بالگاری سویجی سرخ داشتم کمتر وای انداختم با زمروز که سبز بود بالگاری ها کتی زیلی انداختستم با مزه میشه گفتم اینجا باشه من کمتر دیگه کارتوشکا وای کردم ریزه کردم برای که کودکای ما وابشه اوقاتای خیلی هرچی داره که نمیخورن برای مو کارتوشکاشون بیرون کردستم در کارتوشکا ما یک قاشق ارد انداختم گونگو هم خیلی کارتوشکا بیرون میکنم نمک میکنم و با یک قاشق ارد میندازم یک جا میکنم در کارتوشکا همه وقت نمیکنم گونگو میخواه وای میکنم برای کودکا خیلی که میبینین دوستان عزیز پیشتره ولوگ گفته بودم اینو میخواه هاوری اوقات میبروید اون چای میمونی اون چای میبروید همه تریزه و جزی شدگیان در این خنکی نمیشه مثال یک جورا کشوده کمتر استه کخنی ما خودش که کلونه خنکه یک جورا کشوی یک بوره گم سرماد میزنه در کخنی برای همین کم ترک میکشم یا 10-15 منت این همین آیا خود شدن ده با میکشم شد اینو میخواه آشم انداختم اینا که فیلتر پس کرده میمونیم نمکش میبینیم
تا تیار شدنش میستم. دوستان عزیز ابیت ما هم قریب تیار شد. ما در آخر چسناک انداختم 10-15 منوت دیگه ایستاد. می بغدای بگم پختک. ما اوقاتا برداشتم. راستی اوقاتای تاجیکستان را یاد کردم به نهایت با مزه. 1001 نمود اوقاتم کنم. گوشتم داشته باشه به گوشتم در نظرم نمیتوه. من خیلی ابیتینا تیار شد. ما برای کودکان یک پیروگ کردم. دوستان عزیز برای کودکان ما اوقات هر نمود اوقات نمیخرن. ما اوقات کردم یاد عدینا کارتش بیرون کردم. با جدا یک پیروگ کردم. پیروگ کنم خیلی دو طرفش بریدم. درشت کرم پر میکنم. ازی کرم تیار کردم با سمیتانه کم ترک و یا ساخرنی پودره یا 2 کلوب نیگریزه کردم انداختم برای به مزه شدنش. خیلی که در ویدیو معلومه ما ایره بگهی را تیار کردم تا سهر تیار شوه. بچم در تیو مکتب برا خرا گفته پاورشون کسل بوده 1-2 روز و اوقات ندادیانشون. ساعتای 1 در بر وقت می اومدن. ما گفتم که سر اونا روزا خنکای یگان چی بخرم با تا خونه را خیلی راحت. برای همیش بگه تیار کردم. سهر برای بچه ما بریده دادم. ساعتای 7:30 در میبروی خونه. این خیلی پیروگ ما هم تیار شد. دوستان عزیز از میبینیم که درونش چخیل آمده. ما بگم که موبایل پیروگ گرفته بودم. درونش کرم وای کردم پر کرده بودم با بالاش را مایده چایده که اینو بریده گرفته بودم اما را وای کردم. این خیلی پیروگ ما آمد. دوستان عزیز به نهایت به مزه آمد. به هر حال کودکا با همی جای کرم داشت خوردن. اصولش هم ماندن نمیدانم یاده چی تیار کرده. دوستان عزیز ما حاضرم گریپیم. همی گریپ حاضر ما را سر نداده. همی قدارو و چند همو چیا میخریم ساز نشدیم. دوستان عزیز در پناه خدا باشه. خدا نگهبانتون باشه تا ویدیوی آینده. خدا یار مددگارتون باشد.